سلام، صبح بخیر. سلام، صبحت بخیر. قبل از اینکه شروع کنیم بذار بگم که ما هر روز خبری رو بررسی می‌کنیم در مورد استارتاپ های موفق، هوش مصنوعی در زندگی روزمره، بازار جهانی، مدیریت مالی خانواده و تکنولوژی کاربردی. بعد از بررسی جالب‌تریناشو گلچین می‌کنیم و اینجا براتون تعریف می‌کنیم. خب امروز من اول شروع می‌کنم، خبرام کمتره و بعدش تو بگو. ام، بذار اسکرینمو شیر کنم باتون. شیر و خبر اول در مورد در واقع استور جی پی تی های شرکت اوپن ای آی هست. در واقع یه حالت فروشگاه آنلاین داره که مردم جی پی تی هاشون رو ارائه بدن یا شرکت جی پی تی هاشون ارائه بدن. این چیه؟ این جی پی تی ها همون کاریه که چت جی پی تی میکنه، ولی انگار یک بخشی از اون برنامه رو شما با توجه به اطلاعاتی که خودتون دارین یا خودتون دلتون میخواد و وجود داره آموزش میدین و تربیتش میکنین برای یک در واقع موضوع خاص. مثلا یک مدل از آشپزی، میخواین یک کتاب آشپزی رو در واقع بهش آموزش بدین، هی ترینش میکنین، هی سوال جواب ازتون میکنه، دقیق تر بهش میگین که چه چیزایی میخواین چه چیزایی نمیخواین باشه و در واقع حالا شما یه جی پی تی مخصوص به خودتون رو دارین، میتونین بذارین بقیه هم استفاده بکنن، میتونین پولی بفروشین، میتونین رایگان بذارین اونجا. که حالا یک سری از شرکت ها الان آردی رفتن، مثلا خان آکادمی مثلا یک دونه به قول معروف دوره اونجا گذاشته، یا شرکت های دیگه، یا کنوا همینطور یه دوره دیگه گذاشته، دوره کانتنت دیزاینر گذاشته و اینا همه رایگانه فعلا. چند شما تا هم شما هر کی رو معرفی میکنم بعدش. آره، حالا شما هر کی که هستین و هر شرکتی که دارین بدونین که بخواین، این قسمتش هم جالبه، شما لازم نیست اینجا کد نویسی بکنین، اصلا کد نویسی نداره، هیچی نداره، اصلا نمیخواد هیچی هم بدونین ازش، بخاطر اینکه شما دارین با در واقع اون هوش مصنوعی صحبت میکنین، براش توضیح میدین، فقط باید بتونین خوب توضیح بدین که چی میخواین و چه چیزایی ازش میخواین و اون در واقع اون سیستم رو ترین میکنه و آموزش میده و بعد به شکل یک حالا در واقع چجوری میتونم بگم یه نرم افزار مجزا یا یه برنامه مجزا میتونین ازش استفاده بکنین. و خب این خب خیلی خودش داره. حتی یه جایی اشاره کرده بود به اینکه اگر مثلا یه شرکت هستین میتونین بیس کدای شرکتتون رو بزنین اونجا و بعد دیولپرها بیان بر اون اساس مثلا کارشون رو ادامه بدن، حتی اگر مثلا تو زمینه برنامه‌نویسی هست. جی نوشته بود الان نمیبینم، نه اینجا نوشته میتونین در واقع چیزای اساسی و پایه خودتون رو بزنین اینجا و دیولپرتون بیان چک کنن با استایل خودشون اینا برسن. حالا این در مورد این که خب خیلی جالبه. تو میخوای همینجا الان اضافه بکنی یا تو خبر خودت داری که میخوای رو میوت هستی؟ نه، بعدش میگم یه چند تا جی پی تی که به درد میخوره رو که میتونن الان استفاده کنن و بعد لیست همینجوری میگم. اوکی، حل. بریم رو خبر بعدی. خبر بعدی یک قسمتش رو دیروز تو کاور کردی، از همون دیوایس هایی که توضیح دادی در مورد دیوایس های جدیدی که گفته بودن آورده بودن شرکت های مختلف توی نمایشگاه CES برای 2024. حالا تو این خبر اومده عجیب غریب ترین این گجت ها رو در واقع توضیح داده که خب حالا یه سریاش مشترک قبلا توضیح داده. یکیش این گجته که حالت پت داره، سگ خونگی داره و در واقع میتونی باهاش صحبت کنی و این از طریق این اسکرینی که حالا چشمش رو اینجا نشون میده باهاتون صحبت میکنه یا مثلا احساساتش رو میتونی بفهمی و از این داستانا و انگار میشه یک حالت پت ولی به صورت الکترونیک. بعدی هم تو توضیح داده بودی این دوربین مسخره ولی جالب که 9000 تا گونه جانوری رو میشناسه، یعنی تو خودش ذخیره داره و وقتی میری روی اون جانورا بهت میگه که این چه جانوریه و مثلا توضیح میده در موردش، یا نمیدونم میگه توضیح هم نمیده، فقط شاید اسمشو میگه. دیوایس بعدی این به قول معروف کیبورداییه که به
آیفون وصل میشه و یه گجتیه که آیفونتون وصل میشه بهش و اگه کیبوردی دوست داشتین دکمه داشته باشه از کیبورد استفاده کنین میتونین استفاده کنین که بهش گفته بلکبری استایل کیبورد، مثل در واقع تلفن بلکبری که قبلا بود که هم تاچ بود هم کیبورد داشت پایینش. اینش برام خیلی جالب بود. این در واقع یک نرم افزاری هست که روی ماشینتون نصب میشه به نام داینامیک ساوند میکسینگ، که کاری که میکنه اینه که یه سری موزیک براتون پخش میکنه بر اساس مدل رانندگی و سرعتتون و اینکه تو ترافیکین پشت چراغ قرمز و اینا براتون آهنگ پخش میکنه و خیلی جالبه که خود بعد آخرش هم گفته که ممکنه یک مقداری شک کنین که مثلا خوب کار میکنه یا نه، ولی ما که اونجا بودیم واقعا برامون جالب بود و ایمپرس شدیم با عملکرد این سافتور که موزیک پخش میکنه بر اساس در واقع رانندگی شما. بعد یه چیز مسخره‌ای که حالا گفته بود یا عجیب غریبی گفته بود، این روترایی که تو خونه ها هستش که همه استفاده میکنن اومده خوشگلش کرده و دیزاین کرده، شما میتونین با دیزاین خودتون روترا رو به قول معروف داشته باشین، چون حالا احتمالاً فکر کرده که همه روترایی که تو همه خونه ها هست مثلا خوشگل نیست، قیافه نداره، نه بالاخره ولی یه جایی هم توی خونه هست که دیده میشه، عموما نمیشه پنهانش کرد که یه موقع مثلا مشکل پیدا نکنه. به همین خاطر گفتن خب حالا که باید پیدا باشه و اینا بذار یه چیز قشنگی باشه و اومدن اینو ارائه دادن که فکر نمی‌کنم تکنولوژی ویژه‌ای داشته باشه، فقط بحث ویژوال و زیبایی ظاهری داره. اونم بعدیش که باحال بود این بیده بود که صحبت میکنه. حالا نمیدونم که همه میدونن بیده چیه، خیلی ها میدونن. بیده این دستگاهی که وصل میشه به دستشوی حالا فرنگی و شستشو میده، از پایین آب میپاشه. بعد به جای اینکه حالا چلنگ داشته باشن، بعد این خب انگار وایس کامند میگیره دیگه، میگه باز کن مثلا بیده رو، باش صحبت میکنی، مثلا روشن شو یا مثلا آبا گرم کن. من نمیفهمم مردم دنبال چی هستین آقای فردوسی بود. بعدن این دستگاه دیگه بود که جالب بود، به نظر مثل این یارو داره میمیره، از خفه داره میشه، قیافش اینجوری به نظر میاد، ولی خب این یه ماسکه که تو میذاری رو صورتت و وقتی میخوای صحبت بکنی، مثلا میخوای توی جمعی، توی مثلا چه میدونم اتوبوسی یا توی هواپیمایی، ولی میخوای با تلفن صحبت بکنی با کسی، اینو میذاری رو دهنت دیگه، صدات بیرون نمیره، کسی نمیتونه فضولی بکنه و voice absorbing mask انگار اسمش، هرچی حرف میزنی بقیه بیرون نمیشنن. این هم در واقع دستگاه عجیب غریب و مسخره بیرون که ممکن خفه بشین بمیرین بر اساس قیافه این یارو، ولی خب اگه کار کنه شاید برای بعضی خوب باشه. در وقتی و که آدم داد بزنه به نظرم خوبه. برای چی؟ وقتی که میخواد از این دنیا داد بزنه میتونه بذاره داد بزنه، خودشو خالی کنه. اینم خوبه. اینم یه چیزیه، مثلا میخوای آهنگ بخونی، مثلا میخوای صداتو بندازی تو گلوت و فریاد بزنی، و یا مثلا حتی میخوای موسیقی بخونی و تمرین کنی ولی مثلا خونه های آپارتمانی نمیتونی، اینم خوبه دیگه. آره راست. یا اینکه عصبانی هستی یا ناراحت هستی میخوای فریاد بزنی، به قول درست. خبر آخرم هم در مورد این کشیه بدون صندوق، این فروشگاه‌های بدون صندوق آمازون هست که دیگه حتما خبرش همه شنیدن چون چند سال هست که میری داخل فروشگاه اصلا صندوقدار نداره، هیچ جا حساب نمی‌کنی، خودش از حسابت برنامه‌ای وسط برمی‌داره، اونم از حسابت برمی‌داره، میای بیرون. جایی نیست حتی اسکن بکنی، چون مثلا الان اینی که خودت اسکن بکنی وسط تو خب همه جا هست، ولی این کاری که آمازون میکنه که ورداری هر چی می‌خوای بیای بیرون خودش از حسابت کم می‌کنه، این نیست دیگه، فقط مال آمازون. اما این الان اومده آمازون گفته من میخوام اینو برای در واقع بیمارستانا هم بذارم و این خب یک کار جالبیه، بخاطر اینکه کافتریای بیمارستانا خیلی شلوغ میشه بعضی وقتا و این خوبه که مثلا بتونن خود استاف، کارمندای بیمارستان بتونن سریع برن چیزی که میخوام بردارن بیان بیرون و از وقتشون کمتر کشته میشه، چون وقت استراحت کم دارن. مردم هم میتونن جدا داشته باشن و کسایی که اونجا هستن میخوان برن چیزی بخرن دیگه تو صف کافتریا وانستان و برن
وسیلهشون رو بردارن بیان بیرون که سرعت رو ببره بالا. این حالا کاری به نظرم چیز جالبیه. من امیدوارم که زودتر انجام بشه و بره تو بیمارستان هم بره، جدا از این داره فروشگاه خودش. این هم از خبرهای امروز من. بریم برای خبرهای منم انگار بذار اول با اون جی پی تیزه شروع بکنم. جی پی تی ها کجا بود؟ یه لحظه از اینجا شروع بکنم. آره، در مورد جی پی تی ها که صحبت کردی، یه چند تاش که انگار به درد میخورن و جالبن. این انگار یه دونه نالج گرافر هست که انگار شما یه مطلبی که هست یا یه موضوعی که هست، برای خود من معمولا اینجوریه که وقتی تبدیلش به درختش میکنم برام مفهومتر و راحتتر فهمش، و شما فقط لینک اون محتوا یا اون وبسایت یا هر چیزی که هست رو میدین و اون براتون حالت یک گراف میاد توضیحش میده که موضوع چی هست و نکات مهمش چیه. بعد هر کدوم از اینا تقریبا یه استارتاپ بودن که حذف دارن میشن. این یکی همونجور که اسمش مشخصه سامرایز، خلاصه میکنه در مورد یه ویدیو یوتیوب که شما فقط لینکش رو میدین و میگین که برای من خلاصش کن، و وقتی که لینکش رو میدین براتون خیلی دقیق و انگار با دیتیل میاد خلاصش میکنه که میگه مثلا مخاطب هدفش کی بوده، نکاتی که تو ویدیو گفته شده چی بوده، و براتون ویدیو رو خلاصه میکنه که خب اینم باز خودش یکی از استارتاپ هایی بود که نسبتا حذف شد. این دیزاینر جی پی تی هست که شما میتونین بهش بگین که براتون در حد حتی یه سایت ساده رو طراحی بکنه، و مثلا اینجا طرفش میگه که برای من یه دونه سایت بیکری انگار چیز میشه نونوایی طراحی بکن، و همین یه خط قنادی آره طراحی بکن، و بعد میاد چیز میکنه، دستور رو که میدین خودش اجراش میکنه و یکم جلوتر ببرمش و بهتون لینکش رو میده که این سایت شما وقتی بازش میکنین این سایت رو براتون با این عکس و فرم و اینا طراحی کرده. اباوت آس درباره ما داره، منو داره، تماس با ما داره و چیزایی که میخواین و براتون توی سایت میذاره و انگار شما فقط با یه خط نوشتن اون سایت رو طراحی میکنین. این یکی هم جالبه. این انگار یکی از مشکلاتی که چت جی پی تی داشت وقتی شما از مقالات علمی یا یه جایی میخواستین محتوا بگیریم، بعضیا رو از خودش میساخت و یا سایتیشنی میداد که اصلا وجود نداره. این انگار میاد از 200 میلیون اگه اشتباه نکنم مقاله سوالی که شما دارین رو میاد بررسی میکنه و حالا اون سوال پزشکی علمی یا سوالی که باشه میاد از مقالات رو بررسی میکنه و خلاصه اون مقالات رو بهتون تو این جی پی تی میگه. خیلی خفنه. این پولیه؟ نمیدونم پولیه یا نه، احتمالا الان که پولی نمیدم. خیلی خوبه این. آره خیلی این مشکلی که داشت جی پی تی رو کلا حلش میکنه. بعد این یکی هم خیلی جالب بود، این سهام آنالیز میکنه و این شخص که اینو ساخته و شما بهش سهامو میدین، بهتون اطلاعات مهمش رو میده و بهتون یه تارگت هم میده که مثلا اینجا قیمت خوبش هست برای خرید، اینجا قیمت خوبه برای ورود و خروج. یه حالت کاری که هج فاندها در اصل میکنن و آنالیز میکنن و این جی پی تی کلا براتون انجامش میده. اینم باحال بود. فکر میکنم این یکی هم مثلا حتما خیلی سایت های مختلف رو دیدین که فایل های مختلف رو شما به هم تبدیل میکنین، عکس مثلا فرمت یه عکس رو به یه فرمت دیگه تبدیل میکنین یا هر نوع فایلی که دارین یه عکس رو به پی دی اف میکنین. این جی پی تی دوباره همین کار رو واسهتون انجام میده. و این هم یه جی پی تی که شما یه عکسی که تو ذهنتون هست واسه لوگو میکشین و اون براتون میاد لوگوهای مختلف و واسه بیزینستون میسازه. و مثلا اینا رو یه نگاه بکنین
هر کدومش تا چند ماه پیش یه شرکتی بود که حالت یه استارتاپ بود، نیرو داشت و انجام میدادن و الان با یه نفر با زبان گفتاری بدون کد زدن نوشتتش و از اون ور در دسترس عموم هست با جی پی تی استورا و احساس میکنم هر روز ما بیشتر میشنویم. تو همین جی پی تی استور هم یه خبری اومد که انگار یه پلن گروهی هم باز کردن واسه شرکت ها که شما میتونید مثلا 5 نفر به یه جی پی تی دسترسی داشته باشین و با هم کار بکنین، اطلاعات رو آرشیو بکنین و چیزایی که لازم دارین انگار تو شرکت همه در دسترس داشته باشین. قیمت چقدر بود؟ ماهی $20 بود. خب $20 که یک نفرشه. من صفحه چت جی پی تی ما بستم، حالا بعد نگاه میکنمش، ولی میدونم زده بود ماهی $20 برای گروپ پینگ. اون اگه باشه ما میخریم، ما بعد در شرکت هم بخریم من پس خوبم هست. آره همین $20 یا $30 بود عددش دقیق. آره یه ذره بیشتر هم باشه میک سنس میکنه، بالاخره گروهی میخواد بده. $40 باشه، $50 باشه برای 5 نفر خوبه دیگه. احتمالاً پر یوزر مثلا $20. اوه خب پس فرقی نمیکنه. مثلا اگه $25 باشه خودش احتمالاً یک کوچولو کمتره حالا تو تعداد یوزر، ولی اونجوری اختلاف عجیب غریب نداره. بعد اینم یه مدلی بود که گوگل معرفی کرده، به نظرم جالب بود که ما داریم وارد، انگار اینا بیشتر به اون عینک و اینا برمیگرده به مرور، که شما با نوشتن میتونین یه چیزی رو اضافه بکنین ولی به صورت 3D. حالا مسلما نسخه اولش کمی چیزه، ولی مثلا این نونو که اضافه، این چیزو که اضافه میکنه، میبینین که شما میتونین دورش دور بزنین و حالت 3D خودش تولید میشه این عکس‌ها و هر تیکه که شما بخواین میتونین با نوشتن یک چیز رو اضافه بکنین. خیلی از سافتورها اینو دارن که شما یه چیز رو اضافه میکنین ولی این تفاوتی که داره میتونین دور اون قضیه دور بزنین و بعد داشته باشه. حالا اینم تازه معرفیش کرده، احتمالاً همینجور هر ورژن بهتر و بهتر میشه. دیروز توی نمایشگاه یه چیزی همین CS معرفی کردیم که رابیت بود اسمش، میامد کارهایی که شما پای کامپیوتر میکنین و یاد میگرفت و همون کارها رو انجام میداد. یه دیوایس مثلا انقدیه و خیلی هم انتقاد داشت ازش که این کار رو با سافتور هم میشه انجام داد و اصلا نیاز به دیوایس نیست که شما یه قطعه داشته باشین، این کار رو میتونه یه چیزی نصب کنین همه کارهایی که شما با کامپیوتر میکنین رو به مرور یاد بگیره. ولی در هر صورت دیروز پیش بینیشون این بوده که هولوش نمیدونم 200 تا یا 500 تا ازش بفروشن، ولی 10,000 تا فروختن به قیمت $199 تو نمایشگاه و سولدات شدن. آره میخواست 500 تا میخواستن توی یه روز بفروشن، ولی خب تو 24 ساعت 10,000 تا فروختن. خبر بعدیم هم در مورد این است که خب خیلی مقالات مختلفی همیشه می آمد که از ظرفایی که پلاستیکی هستن آب معدنی نخورین یا کلا از ظرفای پلاستیکی برای استفاده مایعات استفاده نکنین و ترجیحاً آدم بره به سمت شیشه‌ای اگر چیزی داره. ولی خب این مقاله هم انگار اشاره به این داره که بررسی که انجام دادن توی یه دونه ظرف 1 لیتری هزاران انگار چی میشه، قطعه نمیگن، انگار ذره پلاستیکی وجود داره و انقدر اینا کوچیک هستن که میتونه وارد خون انسان بشه. صدها هزار، هزاران هم نه، صدها هزار. آره و این انگار اشاره به این داره که خب ما خودمون به طور روزانه اگر آب معدنی یا چیزای محتوی مایعات از ظرفای پلاستیکی مصرف میکنیم، این پلاستیکا رو خودمون وارد بدن خودمون میکنیم و حالا اینقدر بعضیاش کوچیک هست که چیزم هست وارد خونمون هم میشه مستقیم. دیگه خبر آخرم هم اینه که چین داره از ژاپن پیشی میگیره توی
صادرات ماشین. حالا نمیدونم ماشینایی که تقریبا تو ایران من میشنوم وجود داره که کیفیتشون خیلی پایین هست، تو آمریکا هم هنوز اصلا وارد نشده هیچ ماشین چینی، ولی حالا نمیدونم به کشورهایی میفرسته که خب مثلا توی ایران، آفریقا، یه سری کشورهایی که تقریبا حالت استعماری داره برایشون اینا رو میفرسته، یا اینکه مدل هایی داره که کیفیت خوبی هم داره و میتونه با ماشینای ژاپنی رقابت بکنه، ولی فعلا که داره از ژاپن تو تعداد حداقل پیشی میگیره. حالا کیفیتش احتمالاً هنوز پایین‌تر بود. از آمریکا داره پیشی میگیره. تو تعداد از آمریکا داره پیشی میگیره، گفتی از ژاپن داره پیشی میگیره. بعد دیگه خبر آخرم هم این اتفاق مثلا اول بدم الان دیدم ندادمش، اینه که بیت کوین هم انگار آمریکا تصویبش کرد برای ETF که میتونه ETF باشه و خب شرکت های مثل فیدلیتی و بلک راک و اینا اولین کسایی بودن که این ETF ها رو آوردن و خب این کمک میکنه شاید احتمالاً در طول یه بازه به این که بیت کوین قیمتش اینقدر نوسانات شدید پیدا نکنه و به مرور از اون حالت انگار جو روانی که یهو قیمتا بالا پایین میشد در حالا یه بازه چند ساله به یه ثباتی برسه که مثل طلا به عنوان یک اینشورنسی بشه برای مردم که بتونن استفاده کنن و پولشون رو از تورم و غیره حداقل ارزشش رو حفظ کنن، یه جایی باشه که واسه سرمایه گذاری. و خب خبر خوبیه واسه بیت کوین و فکر نمی کنم یکی از دلایل بیت کوین که سرمایه‌گذاری خوبه اینه که تعدادش محدوده. خیلی از سایت ها نوشته بودن احتمالاً انواع اقسام کوین های دیگه هم وارد ETF میشه به مرور، ولی احساس میکنم اون منطق پشت بیت کوین رو نداره چون تعدادشون نامحدوده، در نتیجه نمیشه اونجوری ارزش گذاری کرد در طول زمان. حالا باید دید که احساس میکنم 1% هم افزایش قیمت داشتیم. آره دیگه تا این تایم از روز 1.8% امروز افزایش قیمتش. ولی چیزی که من همیشه فکر می‌کردم بود که این بیت کوین هم خب یه سریاش لاست میشن دیگه، مثلا توی اون کیف پولا بودن چند وقت هم تو مثلا یارو به اندازه ورث 100 میلیون دلار بیت کوینش لاست شده بود، رفته بود همه آشغالا رو داشت میگشت اون فلچش رو پیدا کنه. این بعد هر چی بیشتر لاست میشه انگار بیشتر ارزش میاد روی اونایی که باقی مونده دیگه. قبول داری؟ آره دیگه اصلا منطقش همینه، انگار بیشتر چیز میشه و ارزش بیت کوین به مرور زیادتر و زیادتر میشه. ولی خب نسبیه دیگه همه چی، انگار ما با آنچه که با داده‌ای که الان داریم سرمایه گذاری میکنیم. مثلا طلا یکی از سیف ترین جاها هست مثلا به عنوان اینشورنس، ولی خب یه احتمال 1/1000 وجود داره که 1/1000 نیست احتمالش، اینکه ما وقتی به انگار فضا به صورت انگار رفت و آمدی راه پیدا بکنیم که بتونیم بریم انگار فلزاتی که مورد نیازمونه بیاریم، دیگه طلا اون ارزش خودشو نداشته باشه و بیت کوین هم احتمال داره موقعی که ما به کوانتوم کامپیوتر برسیم دیگه اون ارزشی که الان داره رو نداره. که این هم از تا فردا ببینیم چه میشه. فعلا خدا